موضوع خواهیم پرداخت، اما در نخست گزارش را تماشا کنید. نه تنها این کسایی که فعلا به نام طالب هستند، شاید دسته‌های مختلفی، کسای مختلفی، جهت‌های مختلفی بوده باشند برای خنثی ساختن پروسه صلح. هر کسی را هدف قرار میگیرند. مسئولین صلح، کسایی که در این پروسه کار میکنن، از جمله تارگت ها و هدف های اولی هستند که بعد اینها رو به هر شکل برای طرود از اینا، برای انفجار از اینا، برای زدن از اینا، برای تهدید از اینا، اونا تلاش های مختلفی، شاید حلقه های استخباراتی باشد، شاید بعضی حلقه های در داخل و در بیرون این کار رو بکنن. یک بار دیگر همه علمای ما بعد بر ارزیابی بکنن آیا واقعا امی راهی که اونها تعقیب میکنن، اونها تماما حرفهایشان حق است، یا ای که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، گپای خوبی دارن اما بسیار گپایی است که نادرست و ناروایی هم به نام اسلام پخش میکنن. ما میبینیم که اصلا یک امام ما، حضرت امام اعظم، برای علمای امت مخصوصا برای پیروای خود یک درس بسیار آموزنده‌ای را میده. وقتی که از اون میپرسند که نظری تو در نظرش در ارتباط به فتوا و استنباط فقهی و مرجعیت ها راجع به اصحاب پیغمبر میگه همه روی دیده ای ما، همه چیزی که اونا فرمودند روایت کردن آمنا و سلمنا. تابعین هم آمنا و سلمنا. اما در مورد تبع تابعین چی میفرمان؟ هم رجال و نحن رجال. اگر اونا مردی میدان هستن، ما هم مردی تو نیستیم که بکلی همه چیز به وا بگذاریم. یعنی این یک درس است که به علما آیا ازن مداخله دسته‌های بسیار ناروا، دسته‌های اجانب، فهم اسلامی او قدر قوی در مابینشان وجود نداره. گاهی عاطفه و احساسات آمنا و سلمنا. اما در مورد تبع تابعین چی میفرمان؟ هم رجال و نحن رجال. اگر اونا مردی میدان هستن، ما هم مردی تو نیستیم که بکلی همه چیز به وا بگذاریم. یعنی این یک درس است که به علما آیا ما بگذاریم همه چیزی خودم، مرجعیت فکری خودم، مرجعیت رهبری خودم به یک مجموعه‌ای که یقین دارم که اکثرشان فهم اسلامی او قدر قوی در مابینشان وجود نداره. گاهی عاطفه و احساسات و گاهی عدم دقت در قضایا و بعضا مداخله دسته‌های بسیار ناروا، دسته‌های اجانب که اصلا میخوان اسلام مسلمانان را بدنام بسازند، در این اعمالی که فعلا جریان داره دخیل است. شما ببینید به نام مبارزه بر ضد وضع فعلی در کشور، کارهایی که جریان داره چی کارهاست؟ اولا کل کشوری ما را دارالحرب خواندن. آیا این یک اصل فقهی داره؟ یک اصل شرعی داره؟ خونی همه کسایی که در این جلسه را مباح قرار دادن اصل دینی داره؟ اصل شرعی داره؟ آیا هدف قرار دادن بزرگترین رهبرهای جهاد و رهبری جهاد افغانستان، ترور کردنی از اونها را که نزدیک بود خداوند حفظ کرد، حضرت صبغت الله مجددی، استاد سیاف، امیر اسماعیل خان، اینا را هدف قرار دادن و قماندانهای جهاد هدف قرار دادن، این مرجعیت و اصل دینی داره؟ اصل فقهی داره؟ در کدام فقهی را ما و شما جستجو بکنیم؟ و ما خب باید بفهمیم این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول
وقتی که یک حرفی می باشه باید از مرجعیت قرآن و سنت بپرسیم که در کدام جا آیا واقعا انفجاری نمازگزارا در مسجد، تروری انجینر محمد عمر در تخار و در پهلوی چند تا از جمله بهترین حفاظ قرآن کریم قرار داشتن، اینها مرجعیت دینی داره؟ آیا تروری یک تعداد کسایی که در مجلس فاتحه نشستن اینها مرجعیت دینی داره؟ آیا انفجار زنهایی که جوانای بیچاره و غریبی که میرن تذکیره بگیرن و کودکایی که میرن امرای مادری خود روان هستن، پدری غریب و فقیر خود روان، انفجار دادن از اینها مرجعیت دینی داره؟ نه هرگز. لذا ما خطاب ما مخاطب ما علمای محترم در کشورمان است، ما باید نگذاریم که اونها مرجعیت به دست بگیرن و ما تنها به تماشابین بوده باشیم. اگر ما مسئولیت‌های خود ترک بکنیم، اگر ما با کلیچه بکنیم که بگذاریم به دیگرها، قسمی که گفتم باز جوانای فیسبوک و انترنت هستن که با در پیشاپیش تحولات جامعه قرار میگیرن.